ببین کی اینجاست آقا عرفان. امروز هم اومدی ببازی نه؟ ببین امروز دیگه ازت قبول نمی‌کنم بگی گرافیکم فلان بود، رزولوشنم بهمان بود. امروز دیگه پول دونیشن ها رو حتما گرفتی، کارت گرافیک تو آپگرید کردی. نه بابا پولم کجا بود؟ دونیتامو نگه داشتن 20 روزه نمیدن. تصفیه نمیکنن که هر چقدرم تیکت میزنن فایده نداره. 20 روز چه خبر؟ مگه دارن چیکار میکنن؟ بیا ببین من اینو برات فوروارد کردم، همین امروز برام اومده. این چه عددیه؟ مگه کارمزد کم نکردن؟ چجوریه مال من؟ اصلا انقدر ازش میفته انقدر نی؟ کارمزد نه بابا، این سرویس جدیده زرین پال دونیتو کارمزدش هم خیلی پایینه. اشتراکم اینجا تموم شد میام اشتراک دونیتو میخرم خب. یعنی هم با دیر تصفیه میکنن هم کارمزدا زیاده، تازه غیر از این باید یه پول جداگانه برای اشتراک هم بدی. دونیتا که اشتراکش رایگانه، تازه‌ش هم کارمزداش خیلی کمه، سه شنبه به سه شنبه هم داره با من تصفیه میکنه. اگه بخوای تصفیه‌ای هم داره، سویش کن. بازی کردنت هم که مثل سرویس انتخاب کردنت عرفان جون، بازم باخت دادی. بذار برم ببینم این چی میگه دونیتو چیه. دونیتو سرویس حمایت مالی از استریمرها و تولید کنندگان محتوا. کمترین کارمزد، کوتاه‌ترین زمان تصفیه و کاملا رایگان. حالا وقت سویچ کردن به دونیتو رسیده. دونیتو